هموطنان نازنین، امروز ما در کوته سنگی شهر کابل هستیم. در بیرون سرک من دادن، در داخل پارک هم من دادن. ما جمع کردن میریم میبینی. بعضی از هموطنان عزیز ما هستند که زباله های خود در جای نامناسب مندازن و یعنی برای شما کار مشکل میسازن. پیامتان به اونا چی؟ اونا اشتباه میکنن. حالا خود شهر خانه همگی ماست. تنها وظیفه یک مسئولین شهروالی نیست که اونا هم کار اونا بکنن. باید ما خود ما همکار شویم با اونا. مردم کارهای خود میکنه، چه خود در این سرک من داده، باید مردم هم همکاری کنن باش. هموطنان نازنین، سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جایی که از دنیا هستین صحت سلامت باشین. صحتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. هموطنان نازنین، امروز ما در کوته سنگی شهر کابل هستیم، جایی که مانند سایر بخشای کابل بسیار بیر و بار است و امروز اول ماه مبارک رمضان است و همچنان جا دارد که با همه شما ماه مبارک رمضان هم تبریکی بگویم. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ما شما مورد قبول درگاه عزت متعال قرار بگیرد. و امروز ما آمدیم در کوته سنگی شهر کابل بیشتر صحبت‌های می داشته باشیم در رابطه با فرهنگ شهری و دیدگاه‌های هموطنان خود هم در جریان برنامه می داشته باشیم. شما برنامه را تعقیب کنین و بیننده برنامه باشید. هموطنان نازنین، در رابطه با فرهنگ شهری و اینکه ما چقدر باید در پاکی و نظافت جایی که زندگی میکنیم باید همکار باشیم، بیشتر صحبت میکنیم با یکی از مسئولین که اینجا کار میکنن. سلام کاکا جان، وقتت بخیر، خوب هستی؟ خیال داری خوب هستی همشیره؟ سلامت باشی. اسمتان؟ ذبیح‌الله. چند سال میشه کاکا جان در بخش تنظیف خودت کار میکنی؟ نه تنظیف نیستم، در سرسبزی هستم. در بخش سرسبزی چند سال میشه کار میکنی؟ 2 سال میشه. خب چطور از باز حال آمد سال نو است؟ چطور است اوضاع نهالشانی هموطنان هم همکاری میکنن نمیکنن؟ بله میکنن، فهمی ریاست ما میکنن، مدیریت ما میکنن، جای غوچکار برشان کندیم میالا را بخیر گور میکنن. بار بخیر. خودت 10 روز دیگه مانده و سال نو و خیر، چند نهال خودت شاندی؟ یک 100 نیالم زیاد شونده. در کدام ساحات کابل مثلا سرسبزی فعلا جریان داره کارایش؟ در کمپانی داره، فهمی در کمپانی داره، بال نقاش داره، دیگه در کوته سنگی داره، زیر پل کوته سنگی داره، پل سوخته داره، کارتی مامرین داره، اینجا نیالشانی داره. یعنی بسیار دیگه کارتان شروع شده. خوب همون تو جدی؟ جدی دیگه کارهای ما شروع بخیر. باز هموطنان همراهتان هم کار هستن؟ بله هم کار هستن. پیام شما یادآوری کردین و ما میبینیم که زباله ها را در حال جمع کردن هستین. چطور از باز هموطنان یعنی در اینجا که مصروف کاربار هستن، کراچی دارن یا که دکاندار هستن، زباله های خود در جای مناسب مندازن و اگر نمندازن پیامتان به اونا چی؟ مندازن، فهمی در بیرون سرک مندازن، در داخل پارک هم مندازن. ما جمع کردن میریم میبینی بچش می داخل پارک هم مندازن. نه که همه فهمی نظافت چی کنن، فهمی نندازن در مشار بازار چیز ولا که فهمی. پیامت میخوایم به کسایی که زباله های خود در جای نامناسب مندازن چی؟ نندازن، ببرن
جای که خرابه دوجا پرتن. سلامت باشی کاکا جان، زنده باشی. با امید از اینکه یک افغانستان سرسبز آباد داشته باشیم. اوقاتت خوش. سلام بیادر، خسته نباشی. اسمتان؟ گل محمد. خب چند سال میشه در این بخش پاککاری خودت کار میکنی؟ 1 سال میشه. 1 سال میشه. چطور است همکاری هموطن عزیز ما در قسمت پاککاری؟ همراهتان همکار هستند؟ شکر، همش همکار هستند. ما از وظیفه همه چیز شکر داریم. بسیار خوب. چقدر تفاوت میبینین در مثلا 1 سال میشه اینجا کار میکنین و ای که هموطن همراهتان همکار هستند؟ شکر، کلگی همکار است. ما هیچ مشکلی نداریم. خود هیچ کس خدای نخواسته ما بسیار در کار خود. بعضی از هموطن عزیز ما هستند که زباله های خود در جای نامناسب مندازن و یعنی برای شما هم کار مشکل میسازن. پیامتان به اونا چیست؟ برای ما خود جمال مشکل نداریم. واقعا خاطر وطن خود خدمت میکنیم. شکر دیگه. ما رو دیگه جایی نمیره. وطن خود از خود ما هست. هر شهر ما که پاک باشه از خود ما هستن، خانه خود ما هست. بسیار خوب. پیامت به کسایی که همین موضوع را یادآوری کردین که شهر ما خانه ماست، امیر در نظر نمیگیرن، پیامت چیست؟ دیگه بازی مشکلی خود مردم هست که ما دیگه دیگه چیزی گفته نمیتونیم. باید همراهتان همکار باشن. دیگه بعد که همکار باشیم. بعد یک شی پاک باشه بعد شهر از مردم یعنی که پاک همین کاغذی که بردار اینجا بانه باید یک جای جمع بانش او بیتر است. بخور خب مردم نزاکتش همه چیز بر مردم معلوم میشه. شما گفتین که بیش از 1 سال میشه که اینجا کار میکنین. باز روزانه چند ساعت کار میکنی و حالا ماه مبارک رمضان آمد، آیا در اوقات کاریتان تغییر آمده یا نامده؟ تغییر آمده. از ساعت 9 بجه تا 2 بجه کار. بسیار خوب. در ماه مبارک رمضان است 9 تا 2 بجه است. بخیر باشی. با امید از اینکه همه هموطن عزیز ما همراه شما همکار باشند تا شهر ما پاک شود. سلامت باشیم شیرت. بخیر باشی. خودتان. سلام بیادر، وقتت بخیر. خوب هستی؟ شکر، تشکر. سلامت باشید. در ابتدا اگر یک معرفی داشته باشی خودت؟ بله، خودم عبدالله هستم، باشنده کابل. در رابطه با این که در کوته سنگی ما که میبینیم یک سلسله تغییرات آمده از لحاظ پاکی و صفایی شهر، میخوایم نظر خودت در این مورد داشته باشیم. ملت از همین چیز به عنوان باشنده کابل. ولی خو علت چی است؟ به خاطر که مردمایی که کراچی و بعض دستفروشای اینا رو تقریبا کم کم از سر سرک و از بین سرک کمک دور کردن. دلیلش هم اینمیست که صفایی و پاکی آمده. بله. خب یک تعداد از هموطنان عزیز ما هستند که تمام مسئولیت هم میگذارند به مسئولین تنظیف و مسئولیت شهروندی خود ادا نمیکنن و زباله های خود در جاهای نامناسب مندازن، چه خانواده ها باشه چه کسایی که در بیرون از خانه کار میکنن. میخوایم به عنوان یک شهروند پیام تا به اونا داشته باشیم. اونا اشتباه میکنن. ولی خود شهر خانه همگی ماست. تنها وظیفه یک مسئولین شهروالی نیست که اونا همه کار اونا بکنن. باید ما خود ما همکار شویم با اونا. دیگه خوب است که خود ما کار کنیم همراهشون. بعض کارا را مثلا بعض چیزایی که در روی سرک است حدی اقل بتونیم که ما خود ما به زباله‌دانی پرتیم. دیگه منتظر از این نبانیم که مسئولین شهروالی بیایه و او رو وصل کنن. بخیر و سلامت باشی. اوقاتت خوش. تشکر. زنده باشی. سلامت باشی. بیاد. هموطنان نازنین، شما دیدین که ما در
کوته سنگی شهر کابل هستیم و اینجا بسیار تغییرات ایجاد شده و همچنان از لحاظ پاکی و صفایی شهر ما که می‌بینیم هموطنان عزیز ما همکار هستند. در قسمت بیشتر صحبت می‌کنیم با یکی از برادرایی که در کنار ما هستند، بیشتر از اینا می‌شنویم. سلام برادر، خوب هستید؟ سلام، خوب هستین؟ بخیر، ساعت داره. اسمتون؟ مصطفی. برادر چند سال میشه خودت اینجا زندگی می‌کنی؟ ما تقریبا 26 سال از سنم از اینجا هستم. من منطقه هستم. باشنده کابل هستین؟ جانم. بسیار خوب. میخوایم نظر در این مورد داشته باشیم که بسیار تغییرات آمده، هموطنان عزیز ما در قسمت پاکی و صفایی شهر اینجا همکار هستند. خودت چگونه میره میبینی؟ والا پاکاری کردن امارات سر پل زیرای پل کلش پاکاری تمیز کردن، فعلا نظافت خوب است. چطور از باز همکاری هموطنان؟ همکاری قدر مرات نمیکنه، بعد مردم کارهای خود میکنه، چه خود در سرک مونده، باید مردم هم همکاری کنم باش. پیامت به امید از هموطنان عزیز ما که زباله های خود در جاهای نامناسب مندازند و نظم شهری را مد نظر نمیگیرن چیست؟ دیگه ما پیام همیز برشان که نظافت جز ایمان است، باید نظافت مراد کنن، هر جایی که باشن نظافت مراد کنن باید. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. همچنان. بخیر باشید. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه تغییراتی که در کوته سنگی شهر کابل آمده مشاهده کردین و در ضمن شما دیدین که بیشتر عزیزایی که در اینجا مصروف کار و شغلشان هستند در قسمت پاکی و صفایی شهر اینها همکاری میکنند و همچنان ما با تهیه برنامه بیشتر هموطنان خود تشویق میکنیم که در پاکی و صفایی شهر سهم بگیرن و شما هم میبینید که کوته سنگی شهر کابل بسیار پاک و نظیف شده با امید از اینکه تمام ساحاتی که مملو از کثافت هستند و هموطنان ما همکاری نمیکنن، امیدوار هستم که در این قسمت همکار باشند و شما هم مشاهده کردین که بسیار اینجا تغییرات مثبت آمده و ما امیدوار هستیم که همواره افغانستان آباد و سربلند و سرسبز باشه. و همچنان موضوع دیگه که قابل یادآوری است حالا 10 روز دیگه به سال جدید مانده و هر هموطن ما میتونه که یک نهال یعنی غرس کنه و این به سرسبزی و پاکاری و پاکی شهر ما از وطن ما بسیار مفید واقع میشه با امید افغانستان آباد، سربلند و آزاد. ما هم ناگزیر هستیم که همینجا برنامه خود به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلک رو تایم را لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازین. تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم. همه‌تان به الله پاک و بی‌نیاز امانت میسپارم. وقت بر همه‌تان خوش.